به نام خدایی که در وجود همه ماست. یک سوال که هیچ کس از تو نپرسید. چشمهایت را ببند. 1 دقیقه خودت را تصور کن، آنطور که واقعاً هستی، نه آنطور که دیگران می‌بینند. حالا بگو من کجاست؟ توی مغزم، توی قلبم، توی اسمم، توی شغلم، توی عکس پروفایلم؟ اگر دستت را قطع کنند، باز هم تویی؟ اگر حافظه‌ات را از دست بدهی، باز هم تویی؟ اگر همه تو را فراموش کنند، باز هم تویی؟ اینجاست که ماجرا عجیب می شود. ما تمام عمر فکر می کنیم من همان بدنی است که هر روز می بینیم، همان افکاری که در سر می چرخد، همان احساساتی که گاهی آرام و گاهی طوفانی است. اما اینها همه‌اش عاریت است، همه‌اش می آید و می رود. آن وقت این سوال پیش می آید: آن یک چیزی که هیچ وقت نمی رود، نمی پوسد، عوض نمی شود کجاست؟ مثال امروزی: وقتی اینستاگرامت را پاک می کنی. حتما برایت پیش آمده که یه مدتی از فضای مجازی خسته می شوی. اکانتت را دیاکتیو می کنی یا حتی پاکش می کنی. چند روز بعد یکی می پرسد چرا دیگه تو اینستا نیستی؟ و تو می گویی چون تصمیم گرفتم یکم به خودم برسم. دقت کن. آن خودم که می خواهی به آن برسی کدام است؟ آن عکس پروفایل نبود، آن تعداد فالوور نبود، آن استوری هایی که میگذاشتی نبود. چیزی بود که همه اینها را میدید اما خودش دیده نمیشد. همان که از اینستا فاصله گرفت، از قضاوت دیگران فاصله گرفت، از نقاب ها فاصله گرفت. همان که همیشه تماشاگر بوده، نه بازیگر. اپانیشادها اسم این خود تماشاگر را گذاشتند آتمن. نه روح، نه روان، نه نفس. فقط خود حقیقی. مثال امروزی تر. وقتی میگویند فلانی خودش نیست، چند بار شنیده ای کسی درباره دوستش بگوید این روزها اصلاً خودش نیست، انقدر تحت فشار کار است که عوض شده. چه عوض شده؟ همان بدن است، همان صدا است، همان خانه و ماشین و لباس. اما چیزی کم است، چیزی که اسمش را خود واقعی میگذاریم. حالا اگر از تو بپرسند خود واقعیت کجاست، چه جواب میدهی؟ آیا آنجاست که شاد هستی؟ آنجا که بدون نقاب با دوست صمیمیت حرف میزنی؟ آنجا که از ته دل میخندی و کسی نمیبیند؟ این همان گم شده است که اپانیشادها میگویند. و شگفت‌انگیز اینجاست، آن خود واقعی هیچ وقت گم نشده. فقط فراموشش کرده ای. چرا ذهن ما نمیخواهد این را قبول کند؟ چون ذهن ما عادت کرده به برچسب زدن. میگوید من مهندسم، میگوید من پدرم، میگوید من ایرانیم، میگوید من مسلمانم. همه اینها واقعی اند. اما آیا تمام واقعیت تو هستند؟ آیا پیش از اینکه مهندس شوی تو نبودی؟ آیا بعد از اینکه پدر شدی تو چیز دیگری شدی؟ آیا اگر مسلمان نبودی از بودن میافتادی؟ اپانیشادها میگویند این برچسب‌ها مثل لباس‌هایی هستند که پوشیده‌ای. لباس عوض می‌شود اما تو همانی. تو لباس نیستی، تو پوشنده لباسی. مثال سینمایی: بازیگری که خودش را گم کرده. تصور کن بازیگری چنان در نقش فرو رفته که دیگر نمیتواند از آن خارج شود. همه او را با همان نقش صدا میزنند، به او جایزه میدهند، برایش کف میزنند. یک روز فیلم تمام میشود، دوربین ها خاموش میشوند، اما او هنوز در نقش مانده. با همسرش مثل همبازیش حرف میزند، به بچه‌هایش مثل آدم‌های فیلم امر و نهی می‌کند. این را می‌گویند فراموشی خود واقعی. ما هم همینیم. دنیا یک فیلم بزرگ است. ما نقش فرزند، والد، کارمند، همسر را گرفته ایم. آنقدر عمیق وارد نقش شده ایم که یادمان رفته بیرون از این صحنه هم کسی هستیم.
اوپنیشادها میآیند و آرام میگویند دوربینها هیچ وقت روشن نبودند. این نقش خود تو نیست. بیا بیرون. حالا بیا به حافظ و مولانا گوش کنیم، بدون تعصب. حافظ میگوید تو خود حجاب خودی، حافظ، از میان برخیز. یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که نمیگذارد خدا را ببینی گناه نیست، شیطان نیست، دنیا نیست. خود تویی، خود پنداریهات، خود نقابهایت. و مولانا در یک جمله همه چیز را خلاصه کرده. آنم که آنم، آنم. وقتی میگوید آنم، نمیگوید بنده‌اش هستم، نمیگوید عاشقش هستم، میگوید من همانم. آیا این ادعای خدایی است؟ نه، این ادعای شناخت خود واقعی است. وقتی قطره به دریا میرسد، نمیگوید من مجاور دریا هستم، میگوید من خود دریا هستم، چون دیگر جدایی نمیبیند. اما نکته اینجاست. این حرفها فقط مال هندوستان نیست. شاهزاده ایرانی داراشکوه، پسر شاه جهان و برادر اورنگزیب 400 سال پیش همین را فهمید. او اوپانیشادها را خواند و گفت اینها همان قرآن رمزآلود است که به زبان سانسکریت ترجمه شده. او 50 اوپانیشاد را به فارسی ترجمه کرد و نام سر اکبر بر آنها نهاد. جرمش چه بود؟ جرمش این بود که گفت خدا نه در آسمان است و نه در زمین. خدا خود حقیقت ماست. برادرش اورنگزیب او را کشت. اما کتابش ماند. آن کتاب رفت به اروپا. دست شوپنهاور رسید. شوپنهاور گفت اوپانیشادها تسلی بخش زندگی و مرگم بودند. یعنی یک شاهزاده ایرانی جانش را سر این حقیقت داد که تو همانی. حالا ببینیم این حقیقت چطور میتواند در زندگی امروز ما جاری شود. نه لازم است گوشه نشین شوی، نه لازم است دست از خانواده و کار بکشی، نه لازم است به کسی ثابت کنی. فقط چند کار کوچک. 1. هر روز 1 دقیقه بگو این من نیستم. وقتی عصبانی میشوی بگو این خشم من نیست، مهمان است. وقتی غمگینی بگو این غم من نیست، ابری است که رد می شود. وقتی به موفقیتی میرسی بگو این را هم به آریه گرفتم. کم کم میبینی چیزی درونت هست که هیچ وقت عصبانی نمی شود، غمگین نمی شود و موفقیت هم برایش غرور نمی آورد، همان که همیشه تماشا کرده. 2. یک جمله را ورد زبان کن. بگذار ببینم بعدش چه می شود. وقتی در ترافیک ماندی، وقتی خبر بد می شنوی، وقتی کسی تو را ناراحت کرد، این جمله ذهنت را از واکنش‌های شرطی خارج می کند. به خودت می گویی بیا ببینیم این موج بعدش چه شکلی می شود و می بینی که تو خود ساحلی، نه موج. 3. یک بیت از حافظ را آویزه گوش کن. همین یک بیت را حفظ کن و در طول روز تکرار کن. تو خود حجاب خودی، حافظ، از میان برخیز. خوشا کسی که در این راه پرده باشد و بس. معنایش این است ای کاش کسی بود که میفهمید تمام مشکل ما خود ما هستیم، نه پدر و مادر، نه جامعه، نه اقتصاد، خود پندار ما. 4. شبها قبل از خواب صورتت را بشور و به آینه نگاه کن. نه برای شستن آرایش یا چربی صورت، برای این سوال: این که به من خیره شده کیست؟ چشمها همان چشم هاست، اما یک چیزی پشت این چشم هاست که دارد نگاه می کند. همان که تو بودی در 5 سالگی، همان که خواهی بود در 80 سالگی. اسمش را هرچه می خواهی بگذار: روح، جان، خود، آتمان. مهم نیست، مهم این است که او را بشناسی. و اما جمع‌بندی، بی پیرایه و بی استعاره. ما ایرانی ها عادت داریم عرفان رو در قالب شعر بفهمیم. این خوب است، اما کافی نیست. چون شعر رو میتوان تفسیر کرد، کتمان کرد، به نفع خود معنی کرد. اوپانیشادها این حسن رو دارند که صریحند.
میگویند تو از خدا جدا نیستی. خودت را بنده پنداشته‌ای در حالی که همانی که میجویی. آیا این یعنی ما خداییم؟ اگر منظورت از خدا موجودی با تاج و تخت در آسمان هاست، نه. اگر منظورت از خدا حقیقتی است که جهان از او پر شده و او خود را در تو نمایان کرده، آری. تو آینه‌ای هستی که خدا خودش را در آن می‌بیند. حالا بگو آینه غیر از آن چیزی است که در آن منعکس می‌شود؟ و اما یک چالش کوچک برای امشب. قبل از خواب چراغ‌ها را خاموش کن. توی تاریکی دستت را بگذار روی قلبت. 4 نفس عمیق بکش. بعد بگو ای کسی که همیشه بوده ای، پیش از این بدن، پیش از این اسم، پیش از این دین و وطن، تو که هیچ وقت زاده نشدی و هیچ وقت نمی میری، من از تو جدا نیستم. اگر دلت تپید یعنی حقیقت دارد در میزند. اگر نه اشکالی ندارد، فقط در را بسته نگه ندار.